در اینترنت ویدیوی نشر شده است که چگونه محمد باقرов یکی از لیدرهای غیر رسمی ولایت مختار کوهستان بدخشان به ملاقات رئیس شهر خاروق رضا نظرزاده می آید و در طول 7 دقیقه یک سخنرانی پر از احساس می کند. در سبب دیده می شود که باقر در تالار در بین مردم ایستاده است و از آنجا خطاب به رضا نظرزاده که در منبر ایستاده است سخنرانی می کند. میر شهر و همراهانش در طول 7 دقیقه سخنرانی باقر با او وارد بحث نمی شوند و تنها در یک مورد رضا نظرزاده یک لقمه می پرتوید که کمیسیون مرکزی انتخابات در دوشنبه است، نه در خاروق. باقر به زبان شغنانی حرف میزند و بنا به ترجمه سخنهایش که ژورنالیست رستم جانی انجام داده است، این لیدر غیر رسمی منطقه در سخنرانیش از رضا نظرزاده که قبلا از وی خواسته بود که اختیارا خود را به مقامات سپرده حیات دیگر ساکنان بخصوص جوانان را به خطر نگذارد گله می کند که رفتارش نامردانه است. باقر می گوید مردم بیگناه را کشتند و اکنون نوبت او رسیده است. ولی می گوید باقر با تو سر یک میز برای گفت و شنید نمیشینم، ما تو را نمیشناسیم، تو را به اینجا فرستادند، وظیفه های خود را اجرا و شهر را آباد کن. به تلویزیون چسبیده به بهتان و ترغیبات مشغول هستید، لیکن این هم از شما می شود. یگان دلیل و رقم ندارید. ما را با برادران دروازه جنگ انداختنیت، برای چی ما را دشمن می سازید؟ باقر در ادامه سخنرانیش طلب می کند که پاسگاه ها را از شهر بردارید و ارتش را به قطعه های داغ مرز بفرستید. یک جا با قرغیز دشمنی می ورزید، جای دیگر با طالبان، اینجا باشد با ما. مثل مگس به شیرینی چسبیده اید. بمانع بارهای خود را از حدود ولایت کشید. من میر شهر یا پرزیدنت شدنی نیستم، فقط مرا آرام گذارید. ماند آسوده زندگی کنیم، ما آسودگی میخواهیم. اگر گپ تو را همچون میر شهر گوش کنند، از شهر ارتش را برار و به ساکنان شهر آرامی را برگردان. خدا و امام شاهد، به عفو شما نیاز ندارم. ما مردم باید شما را عفو کنیم. به کفش های دریدم بنگرید. شما باشد از من کدام کسی نبافتید، تروریست خواندید، شرمتون ناامد. خلق شما را دوست نمیدارد. گرد اداره تلویزیون پنجره کشیدید تا شما را نبینند. باقر می افزاید که به ضد ساکنان برای بریدن درخت پرونده کردند. جای درخت بریده نهال دیگر می روید. اما جانهای ربوده و دلهای شکسته چی؟ می گوید او خطاب به شهردار خاروق. او بار دیگر استعفای رئیس ولایت جنرال علیشیر میرزانباد و در قدم اول برداشتن پاسگاه نزد باغ بوتانیکی را طلب می کند و می گوید ساکنان آن وکیلان خود را که از منفعت آنها حمایت نمی کنند پس می خوانند. محمد باقرov یکی از لیدرهای غیر رسمی ولایت مختار کوهستان بدخشان از فرماندهان سابق اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک است که بعد امضای سازشنامه صلح سال 1997 از حساب قوات 30% مخالفین فرمانده یک قسم حربی نیروهای مرزبانی تعیین شد و صاحب رتبه پلکوونیک شد. به ضد باقر اخیرا با اتهام تحقیر و لطکوب نماینده دولت پرونده جنایتی کشودند. مقامات این لیدرهای غیر رسمی از جمله باقر را سرکردگان گروه‌های متشکل جنایی نام میبرد. روز 4 مارس باقر گفت در مرکز خاروق کوشش کردند تا ماشین او را گرد کرده دستگیرش کنند، ولی او توانست فرار کند. باقر گفت از دستش تیر خورده است ولی زخمش سبک است چون که تیر به استخوان نرسیده است. ولی معاون سردار میلیشیای بدخشان اعظم طالع‌زاده خبر تیر خوردن باقر را دروغ نامیده و گفت وقتی که او ماشینش را در پاسگاه منع نکرد، کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی به هوا همگی یک تیر خالی کردند.